بچه‌ها ازدواج این خرید موبایله. هر روز ممکنه بهترش بیاد. وقتی خریدی با همین موبایل زندگی کن. همین هواوی 2 تومانی 8 سال با من داره زندگی میکنه. میدونی چرا؟ چون تو دست خیلی موبایل قشنگتر هست، ولی من دیگه انتخاب کردم. اونایی که انتخاب نمیتونن بکنن برای اینکه میخوان بهترین رو داشته باشن. بهترین ها همیشه هستند، ولی برای تو بهترین هست، تو خبر نداری. این برای تو بهترینه. قبل از ازدواج چشاتو وا کن، بعد از چشاتو ببند. ما قبل از ازدواج چشامون بسته است، بعدش وا میشه. این چیه؟ معتقدم که عشق یه چیزی شبیه نمازه. ما در نماز وقتی تکبیر رو میگیم و خداوند رو اراده میکنیم، اگر سرمون به این ور و این ور بره این نماز باطله. من معتقدم در عشق هم قضیه همینه. اگر من کسی رو در قلبم اراده کردم و بهش عشق ورزیدم، من دیگه اجازه نداره دلم و سرم این ور و اون ور بره. من باید وفادار بمونم.